هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی‌های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نورالزهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می‌کند. پایگاه اینترنتی جنبش مصاف masaf.ir. پست الکترونیک info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313 مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نورالزهرا سلام الله علیها. مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nuralzahra.com. سامانه پیام کوتاه 1006. تلفن 021 66 56 6000. اللهم صل على فاطمة بعديها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سلام علیکم. تبریک عرض میکنم بنده نوبه خودم فرارستن ایام پرخیر و برکت و ایام ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم که همه شما عزیزان و خود بنده دست پر از این ماه انشاءالله بیرون بریم و به قول خودمونی بخوام بگیم بار خودمون رو ببندیم انشاءالله. روزا روزای بلندیه، روزه گرفتن سخته، مخصوصا اونایی که کار میکنن. هر روزا بلند شد دادم لحظه افطار حس عید نوروز بهش دست میده، خواهد پاشه روبوسی کنه با بقیه. مخصوصا هم حالا چند وقتش مثلا افتاد سخنرانی هم داشتیم، یعنی ما زیاد آب میخوریم. اون موقع واقعا یه روز اومدم دفتر گفتم یه سریع صوت بذار تو سایت از آتش حضرت ابوعبدالله. ما روزه حضرت ابوعبدالله رو اصلا باید یه ساعت قبل از افطار خون، واقعا مخصوصا روزی که بدوی و سرگیجه بگیری و داستانی آدم درک بکنه خیلی خوبه. حداقل خودشو شبیه کنه که نمیتونیم بکشیم. 2 سال دیگه عاشورای شمسی و قمری یکی میشه. هر چند وقت یه بار اینجوری جور در میاد. 1395 من با نرم افزار زدم دیدم عاشورای شمسی و قمری یکی میشه. حالا من خودم گفتم اگه بشه آدم اونجا باشه و شاید یه خورده آب و هوایی هم بیشتر بتونه درک بکنه. و خیلی البته بدعتی نشه پس فردا درست کنن عاشورای شمسی هم درست بشه، نه منظورم این نیست. برای درک اون گرما توی سرزمین عراق، تو اون آب و هوای شرجی چیزی که رفتن بهتر میشه. خب ما این چند شب انشاءالله قرار این که ننوشتیم تو سایت 5 شب 4 شب چقدر 3 شب اینا، چون عید دست ما نیست. ما گفتیم تا آخر ماه مبارک در خدمت شما هستیم. موضوع که خیلی با ما تماس گرفتن و میخواستن و این بحث که آقا ما چجوری جلو گناه کردن رو بگیریم. ما گناه دوست نداریم بکنیم خودش. هیچ بچه مسلمان، هیچ محب به اهل بیتی دوست نداره گناه کنه. اصلا بذار من چیزی به شما بگم، حتی غیر مسلماناشم دوست ندارن گناه کنن چون با فطرتشون گناه کردن سازگار نیست. اما ما اراده ترک گناه ظاهرا نداریم. گناه میکنیم، شاکی میشیم از دست خودمون، گریه میکنیم، اشک میریزیم، خدای ببخشید، دنبال همین ماها میگردیم خودمون رو تطهیر کنیم، پاک کنیم. اما واقعا راه داره.
مبنای بندم تو این چند شب، اول از همه که میدونی همونطور که سخنرانی حقیر هستش، قرآن و سیره اهل بیت سقله. و خب ما به عنوان یه مسلمان همونطور که وظیفه‌مونه باید پیگیر مسائل اخلاقی بشیم. من از 2 استاد اخلاق بهره میبرم. خدمت این بزرگوارانم میرسم، یه سری نسخه ها دارن، یه سری نکات دارن که این نکات واقعا نکات ارزنده. خب اینا رو من یادداشت برداشتم، نوشتم، مثال های خوب برش پیدا کردم، مصداق های پیدا کردم. همین حال این نکات رو میخوام عرض بکنم که جاهایی هم به برخی از افراد ما گفتیم نتیجه گرفتن خودش. یعنی چون نتیجه گرفتن در عمل نتیجه داده. یعنی اصلا قرار نیست ما حرفای فقط تئوریک و اینجوری بزنیم، نه، قراره سری حرفا بزنیم که خودتون اجرا کنید، نتیجهشو تو زندگیتون ببینید. فقط باید پایه باشید، یعنی واقعا اجراش بکنید، اجرا کنید، تو کمتر از 2-3 ماه نتیجهشو تو زندگیتون ببینید. کمتر از 2-3 ماه نتیجه شروع میشه. این چند شب ما قراره ان شاءالله به امید آقا صاحب زمان در مورد اینها صحبت بکنیم. من شب اول و سخنرانیشو قبلا جای دیگه کردم. خب من تو مجبورم شب اول خیلی خلاصه تایم سخنرانی من در واقع 1 بعد میکروفون تحویل بدم. خب یعنی برای سخنرانی هیئتی، سخنرانی معمولی و حتی شاید زیادم باشه چون 45 دقیقه اینا، برای ما که رو 2 ساعت و نیم 3 ساعتیم برای ما کمه، یعنی عادت نداریم، شروع میکنیم میشه 1 ساعت. خب حالا نکتهش اینه که این چند شب سریالیه و در واقع پشت سر هم. ببینید خب گناه اون چیزی که با عنوان اسامی مختلفی هم باز با هم تفاوت داره، حالا بیشتر صحبت خواهیم که شب آینده، مثل اثم، ذنب، اینا میشناسید و ما دوست نداریم کار رو انجام بدیم. در حقیقت یک نافرمانی آشکار در مقابل خداست. انسان جایز الخطا نیست، این اشتباهه. انسان ممکن الخطاست. اصلا انسان جایز نیست خطا کنه. یه جایی میگن جایز الخطا، این که مجاز خطا کنه، بی خود کرده. بعضی از ما هم توهم داریم، یه خطایی که نمی‌کنیم انتظار داریم مثلا همین الان از آسمون یا یک فرشته بیاد روی زمین و مثلا یه کفشامون جلو پامون جفت بشه. مثلا این توهم و تخیله. مثل یه راننده خلافکاری میمونیم ما که به گند کشیدیم کل جاده رو، بعد چند روز تصمیم گرفتیم کمربند ایمنیمون رو ببندیم، اما کماکان 200 تا میریم ما، با گوشی صحبت میکنیم ما، دستی میکشیم ما. اینا هست چون فعلا کمربند رو داریم میبندیم، انتظار داریم که همه پلیسا برن تو رکوع در مقابل ما تو جاده. و توهمه. اینا رو باید از تو توهمات بیاد بیرون. اگر یه سری توهمات تو ذهن خودمون چیدیم و این توهمات برامون میشه مبنا، بعد یه سری اتفاقات نمیفته، میگیم آی خدا با ما قهره، آی خدا چرا اینجوری نکردی، چرا اونجوری کردی. بعد اینو بذاری کنار، یه سری مباحث عرفان‌های نظری که ماشاءالله داره بیان میشه و جاش هم اصلا تو کشور ما خالی نیست، خیلی زیادیش هم داریم، عرفان عملی خیلی کمه. این تشنه میکنه طرفو، اما در عمل راهکاری نیست. تشنه شده در عمل هم راهکاری نیست، از جوب آب میخوره. میاد آقا عرفان اینجوری، سید علی قاضی بزرگ تبایی آقا 2 رکعت نماز بخون، اومدن دیدن قش کرده، چشماش سیاهیش معلوم نیست، سفیدیش دیده میشه. عجب چیکار میکرد آقا؟ آقای قاضی نماز میخونده اینجوری، آیه خدمت شما از حضرت آیت الله بهجت اینجوری بوده، آیه نخودکی اسمانه اونطور بوده. اینا رو میشنوی و بعد انتظار داری تو هم یوهایی میفتی توی فازی و یک سیستمی درست بکنی و بعد میری تو دیوار هیچ چی هم اتفاق نمیفته، به کل شک میکنی. نه عزیزم، آقای قاضی 20 خورده سال فقط نگین زیر زبونش گذاشت که حرف لغو نزنه. 20 خورده سال زیر زبونش سنگ نگین عقیق گذاشت، هر موقع می‌خواست یه حرف بی خودی بزنه که جاش نبود، همین مزخرفاتی که ما میگیم بیکام، کسی از ما از اون سوال نپرسه حرف میزنه. میشه غیبت، میشه خودشیرینی، میشه اطلاعات لو دادن، میشه هزار جور. بیکام بشین ساکت بشه. برای اینکه خودم میگم واقعا اینکه حقارت شخصیتی داریم دیگه. آقا راجع به این مسئله من نظریه بدم، همونجاست دیگه دقیقاً آرومش کنی تو جمع. خب آقای قاضی هر موقع حرفی بزنی که من برای چی باید این حرفو بزنم؟ تو ازم سوال نپرسم چرا بی فشارش میداد؟ حالا یه سوال، ما جایزیم بریم کارو بکنیم دیگه؟ نه خیر، اینم نیست. اشتباه نکن، همینه دیگه. این فرمول برای آقای قاضی بوده، تو فرمول خاص خودتو داری. همین چی شو؟ شما فرمول خاص خودتو داری. تو برعکس بهترین دکتر خودتی. قرآن اهل بیت بهت میگن مریضیا رو
دیدی آقا یه نفر هستش میگه آقا بیا فلان بخور، میگه نه آقا من بعد از فلان غذا به همون غذا رو میخورم حالم بد میشه. دکتر خودشه، تو اون جمع افطاری دادن 20 نفر هیچیشون نمیشه، این یه نفر براش ضرر داره. اینا رو باید پیدا کنی و میدونید همتون اون گیر و گورای زندگیتون رو میدونید، اون گره ها رو میشناسید، باید خوب استفاده کنید. شیطان هم کارش ارائه گناهه. دست هیچ کدومونم به زور نگرفته بره. اون دنیا ما خیرشو میگیریم، ما نکه ان شاء الله جهنمیا خیرشو میگیرم. میگه خدا کار همین پدر سوخته بود، این نگرش نزاده رد بشه، خدا نگرش بود. میگه خب بگو، میگه من دست کدومتون رو به زور گرفتم؟ نه یکیتون باشه میگه آقا این خیر منو، بیا بریم زنا کنیم، بیا بریم. دروغ اگه نگی من با این کل تو شلیک میکنم تو مخت. میگه پیغمبر شما به تو گفت بیا تو این راه، منم گفتم بیا تو این راه. حرف منو گفت میخواست رفت پیغمبر رو گوش کن. تازه من خود من از این براءت میجوام، خیلی احمقه. آتیش میگیره آدم. اینی اخاف من الله رب العالمین، من تازه خودم از خدا میترسم. این حرفاشه، مکالمه این قرآن آورده. میگه من خودم از خدا میچزم، بعد تازه به اینم من فاصله بدید خدا اینو بکشید شما. بعد جونورم طبقه 4 میسوزوننش تو جهنم. یعنی 3 طبقه هست که بدتر از اینن. اونایی که شیطان رو رد کردن، شیطان رو درس میدن. شیطان بدبخت 4 تا راهکار اینا داره یاد میده، بعد دیگه بعضی اصلا یاد میگیرن اوستا میشن. یه بابایی تو گفتم دیگه داشت گناه عجیب غریبی میکرد. بعد حالا دیگه گناهش نمیشه گفت. آره گناه عجیبی، یعنی گناهش که تماشا کاری که تماشا گفت شیطان لعنت. من گفت بر پدرت لعنت، بر رب جد آبادت لعنت. من 1000 سال فکر میکردم چیزی به مخم نمیرسید، تو اینا کجا در آوردی اینو گناه کردن؟ ما آدم و عقل اونش جنا بیشتره از شیاطین. شیاطین جنی عقل انسان بیشتره. خب اونا تجربه دارن چون عمر زیاد دارن. مثلا شیطان تا یکی مثل شما رو میگه عجب، یه علیه السلام 1200 سال پیش بابایی بود این همین بود کله پاش کردم. یادمه برای اون این کارو کردم، برای همین جواب میده. اخلاقش این همونه. کیس آشناس، پروندهشو قبلا داریم. اینجوریه، اونا تجربه دارن. وگرنه علم ما، عقل ما اینا بیشتره انسان. و علم الانسان ما لم یعلم و علم الآدم اسماء کلها. مثلا تو اون سوال جواب این جن‌ها، فرشته‌ها، این جنی که رفته و قاطی شده بود نتونستن جواب بدن. ما قراره رو این راهکارا هم کار کنیم. یه چیز عجیب غریبی که حالا تو این کتاب شریف ما واضح آمده اما تو ترجمه ها در نمیاد، ایراد زبان غیر عربه. میخواد فارسی باشه، ترکی باشه، انگلیسی باشه، اسپانیایی باشه، زبان نمون بورکینافاسو باشه، فرقی نمیکنه. در مقابل زبان عربی ما چیز داریم، مشکلات داریم. الان شیطان تو قرآن 20 مدل به ما حمله میکنه. بعد همه رو نوشتیم فریفت و کشت خودتون. فریفتم شد. آقا اسرائیل به غزه حمله کرد. و چه جور حمله ای بود؟ حمله کرد. موشکم حمله کرد، میگه حمله کرد. تک‌تیراندازاش رفتن، میگه حمله کرد. نمیدونم با هواپیما رفته زده، میگه حمله کرد. نیروی زمینیش رفته گرفته، میگه حمله کرد. بابا من نمیتونم اصلا، باید بفهمم چه جور حمله کرد. برای اون تک‌تیرانداز بذارم، برای اون پهپاداش دوش برتاب بذارم، برای جلو موشکش موشک بزنم. تا نفهمی نوع حمله چه جوری میخواد جلوگیری کنی؟ افغانستان نیروی دریایی داره؟ آره یا نه؟ و دریاش کجا بوده داشته باشه؟ مثلا حمله دریایی ممکنه بشه به افغانستان، بره سرمایه گذاری کنه رو نیروی دریایی. نشدنیه. مغولستان نیروی دریایی داره؟ نداره دیگه، ما داریم. چرا؟ چون دریا داریم دیگه، چیز واضحیه. ما حالا اینطور که دریا رو میشناسیم چون جلوی چشمونه، خودمون نمیشناسیم، اون جونورم نمیشناسیم. این میشه گناه میکنیم. این جلسه اول من مدلایی که این جونور به ما حمله میکنه، این جونور تو صحبت‌های بنده تو این 4 شبی که خدمت شما هستم یعنی شیطون عمدتاً، مگه اینکه عکسش باشه اونم توضیح میدم. این جونور به ما حمله میکنه، اینو باید ما خدمت شما عرض بکنم. ما نکات از قرآن در آوردم و خدمتتون عارض میشم. پس بفهمید یه شیطان حمله میکنه مدل‌های مختلف داره. بعد تو خودت تشخیص میدی، میگه این حمله هوایی بود، ای بازی خوردم. آقا چیکار کنیم؟ نیرو دریاییمون رو قوی کنیم. یه حمله هوایی بهت کرده، بابا تو کجای کاری؟ میگه پدافند، موشکیمون رو باید قوی کنیم، پدافند موشکی ضد هوایی و از این داستانا. میگه این اصلا داخل بود، این حمله از داخل بود، چریکاش اومدن تو.
پیش میره دیگه، حملش به یه جایی میرسه که اصلا خدا فوشای بد داده. حالا من میگم خب بعضی به ما گیر میدن میگن تو صحبتات یکی میگفت برگشتی گفتی الاغ. گفتم خب خدا تو قرآن میگه مثلا الذین حملوا التوراة کمثل الحمار، اونه که تورات حمل میکنن میبرن با خودشون اما عملش نمیکنن مثل الاغ. حالا من چه میدونم شاید الاغ دنیا شاکی بشه که به بعضی ما بگیم الاغ. خب اینا که قرآن خدا تو قرآن میگه یا سگ به بلعن با اورا میگه. اینا فوشه قرآنیه، ناراحت نشید. اولین نوع حمله این جونور وحیه. همون جوری که ما وحی الهی داریم دقیقاً وحی شیطانی هم داریم. وحی جونوری به قول دوستمون. للقلب اذنین، قلب انسان 2 تا رادار داره، 2 تا رادیو داره، 2 تا گیرنده داره. اذن للرحمن و اذن للشیطان. صوت شیطان دائم هست، مشکل از توئه که رادیو تو تنظیم میکنی رو اون. چرا من به گناه میافتم؟ و دائم رادیو داره ابلیس میگیره. رادیو ابلیس گرفتی بعد میگه چرا به گناه میافتم؟ یا رادیو الله بگیر. داستان سر همینه. یعنی شروع ماجرا از اینه که رادیومونو تنظیم کردیم رو ابلیس. موج رادیو خدا میگه و معصوم میفرماد اذن للرحمن و اذن للشیطان. تو بس کردی این اذن گوش گیرنده، بشقابو چرخونده دیشو رو شیطون، شبکه قرآن نمیگیری. تو این جز وایس آف امریکا صدای شیطان بزرگ در نمیاد. همین جوری که آقا من بازی تو سخنرانی پرسیدم میگم آقا تو این 200 سال گذشته معاصر کشورم تجزیه شد، نفتونو بردن، ترور کردن، امیرکبیر کشتن، اینا پدرمونو در آوردن. کدوم کشور بیشتر بابامونو در آورد؟ همه میگن انگلیس با BBC نگاه میکنه. و همینه دیگه. ببین میدونیم شیطون بده اما موجمون روی چیه؟ شیطون. میدونیم انگلیس بده اما موجمون روی انگلیس. پس نگو عجیبه، در عمل داره اجرا میشه. در اینم شک نداریم که صلاحمون رو نمیخواد، شک نداریم که پدر سوختگی محضه. خب پدر سوختگی محضه اما بازم گوش میکنیم. چرا گوش میکنیم؟ عجیبه، نفس میخواد. جلسه بعدیمون در مورد اینه. یعنی اصلش اینه که ما نمیتونیم جلوی صدای شیطون رو بگیریم. اون آقا صاحب زمان میاد خفش میکنه، کله رو میندازه اون طرف، تموم. خب دیگه اصلا صدای شیطانی رو زمین نیست. هی رادیو رو میچرخونن بگیرن یه چیزی نیست، پارازیت ول کردن. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ مشکلم من و تویی که میگیریم دوستش داریم. قرآن یه جایی میگه اولیا، میگه دوست شیطونید و ولایتش رو پذیرفتید. حالا در ظاهر نه من اینجوری نیستم. در ظاهر عربستان بیاد به اسرائیل فوش بده. آقا من خبر به شما بدم، به قزم هم داره، ما اخبار نسبتاً بسیار صحیح داریم که کل هزینه حمله اسرائیل به غزه عربستان متقبل شد. خب کارامه دیگه. مثلا بولتن تهیه میکنیم، بولتن خیلی خاص، نزدیک 800 تا خبر و تحلیل در ما خونده میشه 6 تا 7 تا 8 تا تحلیل. 800 تا خبر و مقاله و تحلیل میشه، میفرستیم برای برخی از مسئولین میگیم با خبر باشید اون ور چه خبر. فقط هم اسرائیل. خب من دارم یعنی به عنوان کارشناس دارم عرض میکنم. عربستان الان یه سری از شروط حماس برای آتش بس رو اسرائیل قبول کرده بود، عربستان و مصر بودن قبول نمی‌کردن. اینا قبول نمی‌کنن، میگم حماس کلا باید از بین بره. اینم سنیه. چی شد؟ این داعش کدوم قبرستونه؟ این حمله خوبی نبودا. ما میبینیم ما هم جیگرمون آتیش میگیره خدا شاهد. اما الخیرو فی ما وقع، خدا اثبات کرد و حجت تمام کرد بر مسلمانان که ببینید اینا در ظاهر فوش میدن به اسرائیل اما ولایت اسرائیل رو قبول کردن. بهتون اثبات بشه. این عربایی که در به در دنبال بودن که مردم سوریه دارن کشته میشن، انواع اقسام سلاح‌ها رو رسوندن، چرا اینجا اصلا سلاح نمیخواد برسونن؟ ما را به خیر رو تو امید نیست، شر نرسون، به اسرائیل پولا نده. بنزین هواپیماهاشون که دیگه خبرش خیلی آشکار شد که عربستان سعودی میره، تو میگن بعضی هواپیماهاشون میرن اونجا سوختگیری میکنن میان بیرون.
اینجوریه. تو اردن هم همینه. داعش یه کری خون واسه اردن. اسرائیل وزارت جنگش اعلام کرد اگر داعش سمت اردن بیاد ما وارد جنگ میشیم با داعش. اینقدر برای اردن با هم رفیقن، پشت پرده هم بستن. یعنی وحی یعنی ارتباط سریع و پنهانی. یک ارتباطی یک لحظه به دلت میفته. نگاه کن، یه فکری تو ذهنت میفته. ببین خودشناس باش. میگی این حرف مال من، بگی نیست. آقا رفتم خونه رفیقم، به ناموسش شب نگاه کنم، با من معرفت دارم، مرام دارم، این مال، اما فکرش اومده تو ذهنتون ها، اومده، اما قبول داری که این حرف مال تو نیست. تشخیص بده مال شیطون. سریع خاموش کن رادیو رو. بدون موج رو اتومات بوده، چجوری بوده، چرخیده رفته، ابلیس گرفته. میفهمیم ما بعضی موقع میگیم این فکر مال من نیست، میگیم این فکر مال من نیست. سریع فاستعذ بالله، سریع ذکر بگو، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلوات بفرست. آره اینا واقعا اثرگذاره ها. قدیما تا دعواشه میشد چی میگفتم؟ لا اله الا الله، پاشم بزنم این استغفر الله، یا همین جلو دعوا رو میگرفت. الان تا شاکی میشه اول فاش خار مادرت زمین داره میره. خب میخواد جلو دعوا رو بگیره. این تشدید کننده و آمر بر دعواست. فاستعذ بالله. سریع میدونی باید چیکار کنی؟ باید بری پناهنده سیاسی شی. این قدیما تو همین مملکت خودم اینجوری بود. تا یه دعوایی میشد اینا، اونا که خود فروخته بودن، این وقت سفارت روسا و تو سفارت انگلیسا ها میرفتن سریع، یا اونجا جزئی از خاکشون میشد، میگفتن آقا این روسا انگلیسا هم قوی ان، نظامی کسی جرئت نمیکنه بهشون حمله کنه. ها میرفتن پناهنده سیاسی میشدن. الان تو جای جنگ در میگیره میرن توی مقرهای سازمان ملل، میرن سریع میگه اینجا رو نمیزنن. سریع پناهندگی فقط به دامان الهی، به درگاه مقدس حق تعالی. بریم بسم الله. خدای من اومدم، من میترسم خدای از این، من بدون تو جلوی این جونور نمیتونم در بیفتم، فقط تویی، فقط جز تو کیو دارم من. این شب همیناست. ما ایرانی‌ها، ما شیعیان، ما محبین اهل بیت، میونان با اهل بیت خوبه. اصلا ما سراغ اهل بیت رفتیم تو زیارت جامع چی میگیم؟ خدای ما از اینا بهتر گیر نیاوردیم و رسیدن به تو. آقا نمازایی که ما برای شما نماز برای امام زمان رو نگاه بکنید، توحیدی ترین نمازه. کدوم بخش نماز هی تکرار میشه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. برای خدا. اهل بیت باید ما رو برسونن به خدا. اهل بیت آدرس نیستن، کشتی نجاتن، هم آدرس میدن هم میبرن با خودشون. همین چی شد؟ اینجاست که بگه برو، میبرد. اهل بیت میگن بیا بریم، نمیگه برو، میگه بیا. خودش میگیره میبرد. کشتی نجات تو اون طوفان‌های گناه و ذنوب و معصیت‌ها ما بتونیم بریم اونجا. قرآن میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم. الی دوستش نباشه که نمیتونه. اگه ببین اون کسی که گذاشت این ماهواره رو دیشو چرخوند به سمت اونور، به سمت اون بابایی که میخواد براش وحی بفرسته، دوستش داره. ببین ته قلبش میخواد. میگی بابا اینا جمع کن تو خونت. میگه مستندهای خوبی نشون میده. نه من که میدونم تو میخوای بری خرم سلطان نگاه کنی. خب این بعد دیدی اینا خودشون هم لو میدن، نمیگن حریم سلطان، چون مقصود اینا از این سریال فقط همون زنه است. اسم همونه. من اون زمانی که سریال امیرالمومنین نشون داد، سریال امام علی، به یه دی میگفتن امشب قطام داره. خب این اصلا آره دیگه نشون میده دیگه، بالاخره که کاراکترهای مهمی که مد نظر ایشونه اینا. ببین بهانه است مستند. جونورا خیلی جونورای خوبی نشون میده اینا. بشین اونا رو نگاه بکنیم. خب دیگه ببین تعدیل خودت دروغ نگو. ما تو این چند شب میخوام اولین حرفی که بزنیم با خودمون دروغ نگیم تا بتونیم مشکلمون رو حل کنیم. بگیم آقا نیروی زمینی اون مشکل داره، میخوایم بیایم میدون مین درست کنیم شیطون نتونه ما حمله کنه، میخوایم این کار کنیم. اصلا کار انسان، ببین حضرت آدم ترک اولا کرد، فعصا آدم اشتباه کرد، بعد گفت چی؟ بگید غلط کرد، اشتباه کردم ببخشید.
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. بعد خدا بهش فرمود راه رسیدن به منم همینی که بهت میگم. کنز الاموال متقی هندی اهل سنت، درالمنصور جلال الدین سیوطی اهل سنت، مستدرک حاکم نیشابوری اهل سنت، میگه او کلمات الله این بود: الله یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گفت راه رسیدنم بهمون نشون داده، میگه از این مسیر، اما بیا سمت من. میگه فتاب علی انه هو التواب الرحیم. آدمی که تا دیروز آدم شد، آدم تعلیم دیده بود اما تربیت نه. به خاطر خدا میگه فتلقى آدم من ربه، میگه رب مربیش تربیت گرفت. ما تو این حمله ها میخوایم خودمون رو چیکار کنیم؟ بروز بکنیم. آقا شما یه مربی فوتبالی میبینی هی داری گل میخوری، دفاع قدشون کوتاهه، هی سانس میکنن گل میخوری، دو تا دفاع قد بلند میفرستی. مربی تیمتو تربیت کردی، ترمیمش کردی. شیطان حمله کرد، یه بار خوردی، عیبی نداره. خدا میگه عیبی نداره، راه برگشت بازه، 3 تا تعویضم نیست. من ارحم الراحمینم، من بخشندم، نه 3 تا تعویض. تا میتونی تعویض کن اما تیمتو محکم ببند. درست شد؟ تیمتو ببند، بازیکن‌ها رو جابجا کن. یه تیم حالا تو برو تا فردا با مالدیو بازی کن. 17 تا عجب تیمی داریم ما، مثلا عشق میکنه یارو دیگه. این دروازه‌بان ما حوصله‌اش سر رفته بود، توپ نمی‌اومد اینور که. بعد همون سال اینا با آسرون بود، با کجا بازی کردن 5 تا 7 تا چقدر خوردن، سوراخ شدن. خب برای چی؟ دشمن خدا گوشه قدر. خب برای اینکه ضعف‌های ما با وجود ابلیس چی میشه؟ آشکار میشه. با وجود ابلیس ضعف‌های ما آشکار میشه. وقتی این ضعف‌ها رو ترمیم میکنیم ما آدم‌تر میشیم. گرفتی چی شد؟ در سیستم آفرینش الهی ابلیس ملعون که ما خوشمون هم نمیاد ازش، جزئی از پازل الله تعریف شده. ابلیس فرصت میتونه باشه حتی برای مؤمن. میگه من خودم متوجه نبودم ایراداتم کجاست، این به من، این ملعون به من مشخص کرد. آقا سریع حمله زمینی شده، عیب نره، درست کن، دیوارای دفاعی رو درست کن. میچینه دیگه حمله نمیشه. آقا من میبینم من شهوت دارم به گناه کشیده میشم. تشخیصش سخت نیست. میفهمم من سخنرانو غرور میگیره، تشخیصش برای خودم میفهمم. آقا یه نفر میبینه آقا داره توی این کاری که هست، توی این برهه از زندگیش، توی این جایی که هست داره به گناه افتاده میشه. برای چی؟ سر مثلا همکار خانومی که داره حمله رو تشخیص داده، نمیخواد اینو بیاد، حمله رو دوست داره، حمله رو دوست داره. میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. میگه این ولایت ابلیس اصلا پذیرفت، خوشش میاد. حالا به زبونم نمیاره، استغفر خدایا، توف این ور اون ور میکنه. آره اما دلش اونور کلا این ماجرا اینا دریابیم. وحی رادیوت ببین، این بذار بهت بگم، رادیوت رو خدا بذاری هم میاد پارازیت ول کنه، اون میاد کار خوشو بکنه. تو باید دائم زرنگ بشی، هر لحظه بگین حمله جدید از کجا. حضرت آدم بعد از این ترک اولایی که کرد و توبه کرد، خدا یه لفظی براش استفاده کرده عالی 20. خدا بهش میگه ثم اجتباه، میگه آدم مجتبا شدی. مجتبا در زبان عربی یعنی معشوقه‌ای که 6 دنگ بخرنش. یعنی مقام حضرت آدم بعد از ترک اولا و توبه و ترمیم خودش بالاتر رفت از قبل از اون خطا. این خیلی جالبه ها. خدا میگه خطا کردی، جایز نبود خطا کنی، اما انجام دادی، فهمیدی ایرادت کجاست یا نه؟ حالا مارگزیده از چی میگن؟ آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، 6 دنگ بشه. آره من فهمیدم اینا کماندوهاش اومدن تو، بستم، به خدا بستم اونجا رو. سری میره جلوشو میگیره. جوون اومده من میگه من به گناه دارم کشیده میشم، دیگه نرفتم اینجا. باریکالله. من خودم میدونم، خودم میگم، با کسی دیگه هم کار ندارم. آقا من میدونم یه دوستی دارم برم باش بشینم، گناه لسانی به وقوع میپیونده، نمیرم پیشش. باور میکنی؟ هی در به در دنبال ما، زنگ بزن آقا بیا ببینیمت فلان اینجور چیزا. دوستش هم دارم رفیقمونه، اما میگم خودمو بیشتر دوست دارم. اسم بابا اون دنیا کجا پیدا بشه؟ اون دنیا هیچ نمیشناسه. حدیثاشو بخونم امشب زار میزنید. من تصمیم گرفتم زیاد از وحشت نگم، از مرحمت و اینا بگم. اما یه دونه فقط براتون بخونم. اون دنیا
روایت داریم مثل تیر توی تیردون که تکون میخوره، یه چیزی میذاشتن تیر توی تیردون تکون نخوره، مثل فنر تو خشاب، اونجوری محشور میشی. یعنی جفا وایستادی، بغل دستت یکی جلوت، یکی پشت سرت، یکی این طرف هم یکیه، نمیتونی بچرخی. بعد میگن آقا برید بیاد یک شلم شوربایی، بچت بغل دست راستت، میگه برو گور پدرت، اینقدر اوضاع خرابه، مادرتو نمیشناسی. خب بعد میگه آقا غیبت کردی از فلانی، بگرد پیداش کن حلالیت بگیر. یا خدا تو اون جمعیت 2000 سال دنبالش میگردی، بعد 2000 سال پیداش میکنی، میبینی 50 نفر خرش رو گرفتن، این خر 20 نفر رو گرفته، یه شیر تو شیریه، تو هم میری تو اون دعوا. حق الناس آقا رعایت کن، حق الناس رو رعایت کن که خدا حق الناس رو از شهید هم میگیره، چون عادل این خدا. من آدم خوب بودم شهید شدم، حالا رفتم مال یه نفر رو خوردم، حالا ما اعتقاد داریم هر کسی هم شهید نمیشه، حالا اشتباه نکنید از عرض بنده، اما یه کاری کردم بالاخره حق، ما نمیتونیم شهادمون حق الناس برگردشون نبوده، همین شهادت جنگ خودمون بوده. بعد چی میشه؟ خدا میگه وایس حق الناس تو پس بده، بیا بهشت. و حق الله و حق النفس صاف، بیا بهشت، اما حق الناس رو پس بده. یه سری شهدای معدود محدود داریم که خدا میگه با من ساکت شید. چقدر 300 تا ثواب، دعوا سر ثواب، این وعده پول میشه. اونجا بس ثوابای یارو تموم میشه، گناهاشونو میذارن رو گردن این، قد 300 تا گناه میذاره رو گردنش، نه اوضاع خراب میشه. خب اونجاست که میدونی چی میشه؟ اونجاست خدا میگه این با من، این حساب شده است. یه عده محدود و معدودی از شهدا هستن که اونا اصلا اینا با کله میان تو بهش، خوشا به سعادتش. اونا مثلا یه کسی که دنیا میتونه به خیر زهیر رو بگیره و خیر وهب نصرانی رو بگیره بگه حق الناس، خدا میگه با من چند 300 400 بدین خفش کنید برو. اینجوریاست. حالا دارم خود خودمونی میگم، بعضیام آخه استاد ملا غلطگیر و اینجور چیزان، به خدا قسم ما نمیدونیم گفت از صهیونیستا بنالیم یا از اینا. خب آقا مثلا من یه سخنرانی کردم میگم که آقا خدا یه تیکه وجودشو در من و شما گذاشته و نفخت فیه من روحی. خب ما میدونیم که خدا یه تیکش نمیتونه جدا کنه بذاره. یعنی هر آدمی که ذره شعور داشته باشه و یا بفهمه صفات خدا رو شناخته باشه، میدونیم اون حس اون مطلب مد نظرم میگم بخشی از وجود خدا در تو به ودیعه گذاشته شده. ما همه وجودمون از خدا، دست مال خداست، نه فقط روح. مثلا روح با جسم در ارتباطه. بعد میگن نه اینا رائفی گفته خدا تیکه تیکه میشه، تیکه هاشو میذاره اینجوری. گیرن دیگه. بنده خدا رفیقی ما داریم روحانیه، رفت تو تلویزیون میگفت خوش به حال حضرت آدم، خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بود. خب خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بود، مادر شوهر نداشت، خواهر شوهر نداشت، اینا شوخیه دیگه. نگاه کردم تو اینترنت براش این نقدی نوشتن، پناه بر خدا از این نقد که چه انسان احمق و ابله و نادان و کودن و تا آخر. کاندیدی بوده. خب میدونی کاندید یعنی احمق، کاندیدا یعنی نامزد انتخاباتی. کلی تلویزیون به اینا فوش میده، من دیدم تو ایام انتخابات، نمیفهمن. خب به انگلیسی. آره آدم نادان هرچی میشه. یعنی چی تنها کسی که شوهرش آدم بود؟ بعد اومده ماجرا چسبونه به اهل بیت. نعوذ بالله فلانی یعنی شوهرش آدم نبود، آدم احمقی. مثال یه شوخیه، یه برای یه مثال داره میزنه، شوخی میکنه، جو وارد. بعضی مریضن. خب اینا بازی نخورید ها. پس ما حمله به اون صورت میگیره، قرار چیکار کنیم؟ حمله رو بشناسیم، دفعش کنیم. اگر حمله رو نشناسیم، عامل حمله رو نشناسیم، نوع حمله رو نشناسیم، گفتم حمله هوایی به اون صورت میگیره، زمینی هیچ فایده نداره. وسوسه مدل بعدیشه. وسوسه رو میشنوی خورده، حسش از وحی چیه؟ بیشتره. پشت این ستون احساس میکنی چیزی پیشنهادی برمیگردی چی اون طرف. اصلا حرف سین حرف راز حرف سره. اصلا این سر خودش سه داره. باز سکرت، موساد، امایسیس، سیاه، ساواک، حرف پیچیده‌ایه، حرف مرموزیه، حرف سین. خدا وقتی وسوسه رو میخواد یاد بده، خوب خوشگل شاهکار ادبی و واجارایی و آوایی قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس
ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. این چه بازی با سه میکنه همدن شاهکار. ما هنوز روی این ابعاد تفسیر قرآن نتونستیم وارد شیم، نتونستیم دیگه. این چه شاهکار. حس وسوسه به دست میاد، یواشکی میاد یه صدایی میکنه ها. اصلا عامل ارتباط دیگه سخن، اسپیک، سر و صدا، ترکا سس. میبینی اصلا این سه خیلی اینجوری تکرار میشه. حتی ما فارسی هم که میگیم صدا، یعنی اونو سین تلفظ میکنیم، میگیم صدا. سه سوت بری بیای. این حرف ناخودآگاه این از فطرتتون جوشش پیدا میکنه. خدا میگه این زبان شناسی، این زبانهای شما نشونه‌های منو، برید آقا بگردید، سرچ کنید. میبینم واسه داره گشتن و مخفیانه. این اصلا ارتباط عجیب غریبی باور کنید. خب اینا حالا بعد روزی آدم بیاد به اینا بحث بکنه مفصل. میگه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بنفسه. یعنی این نفس هم وسوست میکنه. آقا امام زمانی ها شیطان گردن میزنه دیگه تمام دیگه، اوکیه دیگه، ردیفه. نه، نفست هست. اصلا شیطان دست میزنه رو چی؟ رو نفس. از ماها یه سری بند و بیل آویزونه، نخمخ از همون آویزونه. شیطان هر دفعه که اینا رو میگیره، نخاتو وا کن، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خودش میگه بعد خودش لو داده خودشو. یعنی دشمن خدا، یعنی لوش داده، دوست نداشته خودشو لو بده. یه جای دشمن شناسی خدا ما یاد داده. میگه این جونور خب وقتی مکالمه شکل گرفت گفت من نمیتونم اونایی که خالص شدن دیگه کاری کنم. الا عبادک منهم المخلصین. اونایی که خدا تو خالصشون که این تنابع ازشون وا شده، من هر چی میخوام دست بزنم سر میخوره. دیگه به این مرحله مثلا اصلا ابلیس نمیتونه پیشنهاد گناه بده. به والله قسم شما میتونید به اون مرحله برسید. لفظ جلاله خوردم. شیطان نمیتونه پیشنهاد گناه بهتون بده، نداری تنابشو. میدونی چی کار میکنه اون مرحله؟ یه کار خوب میخوای انجام بدی، سریع یه کار خوب دیگه بهت پیشنهاد میکنه. یک پدر سوخته این جونه که کار خوبی که ثواب کمتری داره. آقا میشه شیطان کار خوب به ما پیشنهاد کنه؟ بله، شیطان میشه بهت کار خوب پیشنهاد بکنه. منتها میاد اینجا میگه آها این الان داره احترام پدر مادرش این کار میکنه، من بهش بگم برو زیارت عاشورا بخون. زیارت عاشورا میگم اون یاد اون ماجرای علامه امینی میندازمش که پسرش در خواب دید علامه امینی و حضرت امیر تو دستش آب داد به علامه امینی. پسرش گفت بابا خوش به حالت، همه رو تو جام میداد سر حوض کوثر. حوض کوثر هم یادم سخنرانی کردم تو همین هیئت، اون شراب‌های الهی رو صحبت کردم. تو دست مبارک گفت بیا جلو، بیا جلو. تو خیلی هم امیرالمومنینی بود. آورده بودنش مشهد، یه هفته مشهد بشه، 3 روز گذشت گفت منو ببرید. اومده در جوار آقا علی ابن مزرزا گفت منو ببرید، دلم برای آقایم امیرالمومنین تنگ شده است. نمیتونست اصلا نباشه. بعد پسرش میگه من در خواب دیدم، پرسیدم آقا تو بابا جان این به خاطر القدیر دیگه؟ میگفت القدیر خیلی ثواب داشت، اما نه، این به خاطر مداومتم بر زیارت عاشورا. گرفتی نکته رو؟ بخونید. من به خیلی از دوستان میگم بخونید. حالا 100 لعنت و سلام نمیتونی، خیلی سری 2 دقیقه هم تمام حفظ میشه. اصلا بچه هیئت که همه فولن. حفظ کردن ریاضیش هم سخته چون فرازهای شبیه به هم داره. یه همش تو جیبتون باشه، تو موبایلا که اینا هست. سری همونجا نمازش هم نشسته، نمیخواد اصلا. ماشین مستحبی، تو ماشین بخون. نماز مستحبی. اذیت نکنید خودتون تو مستحبات که زده بشید. اما پیشنهاد میکنم بخونید، خیلی خوبه. دعای عهد صبح من همیشه پیشنهاد میدم و تو مستحبات میگم خیلی خوبه. یه پرانتزی تو زندگیمون بذاریم، زیارت عاشورا مثلا شب موقع خواب بخونیم، صبح دعای عهدمون، حالا اون نماز شب خونه اونا که جا خود دارن. یعنی این دوتا خیلی خوبه. بعد میاد همین ماجرا علامه امینی هم به ذهنش میندازه. بابا پدر و مادر اینجا اصلا راه رسیدن به اهل بیت پدر مادرن. تا احترام به پدر مادر نذاری به اهل بیت نمیرسی، چون تو باید بفهمی به ابی انت و امی یعنی چی. تو وقتی ابی و امی نمیفهمی چی بگی به ابی انت و امی؟ تو وقتی مقام پدری رو نمیفهمی چی میخوای بفهمی که حضرت فرمود انا و علی ابا و هذه الامه؟ با یک پدر و مادر غیر معصوم مانور بده برای اون پدر و مادر معصوم. پدر و مادر ما حرف اشتباه نمیزنن. چرا؟ خیلی از ما هم پدر و مادریم هم پدر و مادر داریم.
خب حرف اشتباه نمیزنم چرا؟ اما همینجاست که تو سخن حرف زورش رو قبول کنید. اون اصلا که تو حوزه دینیه نه، خود قرآن هم گفته. اما حرف زورش رو قبول کنی، احترام بذاری. اون به اهل بیت میرسه، یه همچین کسی. وهب اگه به امام حسین رسید به خاطر احترام عجیبی که به مادرش میذاشت. وهب نصرانی تازه ازدواج بود، به زنش گفت این مادرمو نمیتونم کنار بذارم، بهت گفته باشم مادر مقامی داره، خدا این دست میذاره این آدم. اینا رو درک کنیم. بعد شیطان میاد اینا تو اینا خب اینور ببینید. آقا یکی از این شهدا به خواب مادرش اومده میگفت من ازت خواهش میکنم این شب جمعه نیا سر قبر من، چون ما همه میهمان حضرت ابا عبدالله هستیم. بعد یهو آقا امام حسین تو جنب ما میگه شماها پاشید برید، مادراتون اومدن سر قبرتون، اولویت داره. واسط هفته بیا اگه میخوای، به دلت تنگ میشه. داستانی داره اینا. اینجا بین دوتا خیر شما رو مخیر میکنین ملعون. بعد چجوری بفهمیم اینجا؟ من به شما میگم باید ببینی تو کدوم یکی نفست کمتر قلقلکت داره میده. خود این یه نکته است. نکته دو، ببین تو کدوم یکی نور بیشتری میبینی. استناره، طلب نور کن از خدا، چشاتو ببند، از خدا بخوا، راهنماییت میکنه. وحی الهی داریم، الهام الهی داریم، قشنگ تشخیص میدی. طرف نذر کرده بود 40 شب فلان عملو انجام بده، اگر انجام نده از اول باید دوباره انجام بده، توی ساعت خاصی هم باید انجام بده. همون شب 28 29 آخرا تقریبا بود، مهمون رسید، ای داده بیداد چیکار کنم؟ مهمون حبیب خداست، باید برم مهمانداری کنم، از این ور بهش بگم نیم ساعت بشین نکنش بر بخوره. گفت عیبی نداره، یه شب دوباره میشیم 28 شب از اول انجام جاریم. اومد به مهمون رسید و شب حضرت اون معصوم رو در خواب دید که نذر کرده بود، گفت پذیرفته شد، برو دیگه نمیخواد ادامه بدی، 40 شب برات نوشتیم، درست‌ترین کارو کردی تو. ببین طلب نور یعنی چی؟ میخواستم مرادم این بود، یعنی این ملعون فکر نکنید چیزی ها یه برهه پیش میرسه دیگه چی؟ دیگه نمیتونه گناه دعوتت بکنه. به مرحله میرسی به والله خود شما میتونی برسی، نترس، قطعیه. اصلا کار شیطونه که از کارش استدلاله. ما امشب فکر نکنم وقت بکنیم جمع بکنیم بخشش میاد در فردا. خب اونجا میگم که شیطون متزلزلت میکنه نتونی بری، نترس، برو جلو. ما علمامون نه معصومین، نه حضرت عباسمون، نه علی اکبرمون. علمامون به مرحله رسیدن گفتن ما فکر گناه هم نمی کنیم. به شیخ انصاری گفتن دیگه بابا خداییش حالا ما نمیگیم گناه نمی کنیم، دیگه فکر گناه که دیگه دست آدم نیست که، یه میاد تو ذهن، حالا ما گناه فکرش میدم و گناه نمی کنیم، جلو فکرمون وای میسیم. گفت تو به این تا حالا فکر کردی مدفوع خودتو بخوری؟ حالش به هم خوری رو. بعدش گفت ما اصلا نمیتونیم به این فکر کنیم. یعنی گناه عین اکل مدفوع میبینیم، یعنی خوردن مدفوع میبینیم. برای چی؟ برای اینکه گناه مثلا مدفوع و زشتیش آشکار شده. حضرت یوسف زشتی زلیخا رو دید، اون زشتی باطنیش آشکار شد. قرآن میگه این هم همت کرد بر او، اونورش هم میگه به خدا، میگه چی؟ همت به ها، پناه برد به خدا. زشتی درون خدا میگه ما کمکش کردیم، رحمت من شامل حال شد، وگرنه یوسف هم چپ میکرد. تو اونجا رحمت خدا شامل حال شد. آیه قرآنشو بخونید، خداست دستگیری میکنه. زشتی این عمل زلیخا رو دید، زشتی خیانت اینقدر برای این آدم بده اصلا نمیتونه ببینه. اینجوری باید برسیم. این زشتی رو میشه به وجود آورد. بله، یک طلبه‌ای بود، یه شیخ بود، فکر کنم شیخ احمد نامی بود. این خیلی خوشگل بود، اصلا مردم تو خیابون وایسن اینو نگاه میکنن، گفتن عجب آخوند خوشگلی. میدونید دیگه آجای تهرانی خدا بیامرز میرفتن مدرسهش، میخواستن درس حوزه برن، میگفتش که آخوند باید خوشگل باشه، یعنی تو دلبرو باشه، بالاخره اونم یک مطلبی ها. بعد این خیلی خوشگل بود. یک کسی تو کوک این رفته بود، هی به بهانه‌های مختلف پر و پای میپیچید، اینم پا نمیداد، میرفت مکتب درس میداد. یک روز این نقشه چید واسه
نقشه چی تو گفت آقا من مادرم مریضه، الان یه نامه‌ای هم از بچه‌مون رسیده، نمیدونم از کجا، نمیتونی بخونیم، اینم خیلی نگران و فلان، شما که مکتب میرید و سواد دارید بیاید اینو براش بخونید. این بنده خدا هم چی؟ بر احساس وظیفه و فلان، این دشمن شناس خوبی نبوده، همینجا با 6 تون بشه. ها بیا تو در خونه بگی آقا 2 نفر دیگه هم با من بیان، چه ایرادی داره؟ ها 3-4 نفر به خودش ببره، جلو گناهو بگیرید. اجتنبوا من مواضع التهم، جایی که مورد تهمت قرار میگیرید چی؟ اجتناب کنید. گفت اجتنبوا من مواضع التهم، عاشق تو هم. خب ما خودمون در رو میبندیم با یه زن نامحرمی نشسته. خب اصلا تو باریکلا، تو اصلا پیغمبر اونجا نشستی، اون کسی که اونجا رد میشن چی میگن؟ هرچی شد. و یعنی این در رو برای چی بست؟ آدم مریض هستن اینجوریه. خب این رفت اون تو، یهو دید بله در رو بستن و گفتن مادرم سرکاری داستانش. گفت آره یا باید با من باشی یا جیغ و داد میندازم. گفت بس یه فرصتی به من بده. گفت برم دستشویی برم. رفت تو دستشویی، این تیغ چیزو برداشت، تیغی که قلمشو میتراشید برداشت، شروع کرد موهاشو کندن، تیکه ابروهاشو کند، زخم درست کرد رو صورتش. اینجاها رو زد، خونی مالی. گفت مردشور این خوشگلی رو ببرم که خدا بخواد من تو دور کن. اینجاها رو زد، خون ریخت رو سر و کله و صورت و این اومد بیرون. زنه کپ کرد، گفت برو گم شو بیرون. در مورد ابن سیرین همین نقش شده دیگه، شاید بزاز بود و آورد زنه کشوندش تو خونه، گفت بذار از خدا کمک خواست، خدا بهش وحی کرد، الهام کرد، به دلش انداخت. رفت توی دستشویی مدفوع خودشو مارید به صورتش، گفت این الان از اون زنه بهتره برای من. مدفوع خودشو مارید به صورتش، اومد بیرون. این دید حالش به هم خوبه، مرد شور ببره، پرتش کرد خونه بغل. اومد بیرون میگه از اونجا بود که من علم تعبیر خواب دادم. و اینجوریه، یعنی ما خودمونیم. اصلا ببین شیطان یه پیشنهاد دهنده بیشتر نیست، وسوسه میکنه، ایده میده. حالا در مورد اینو بازم صحبت میکنیم. اون وسوسه پس شد چی؟ اون صدای بسیار ضعیفی که شر میاره، معنیش میشه اینم باید به خدا پناه برد. تا میبینی این اتفاقات افتاده، از عامل گناه دوری کن. آقا جوون نشستی پا کامپیوترت، فلان فیلم مستهجن توشه، فیلتر شکن داری، میتونی بری تو فلان سایت فلان عکس رو ببینی، فلان فیلمو ببینی، ها میبینی اینجوریه، یهویی درشو ببند، در کامپیوتر لپتاپو درشو ببند، برو فاصله بگیر. تو خودت عامل اجرایی اون میشی. میدونی اگر تو خونه تنها باشی این اتفاق میفته، پل پشت سر خودتو برای گناه خراب کن. میدونی اگر کامپیوتر تو اتاق باشه، کسی بالا سرت نباشه، خراب کن. کامپیوتر بیار بذار بیرون جلوی چش همه. تو خودت میخوای، اون دوستی رو داری، بعدت هم میاد اینو بکن. راهش همینه. آقا جوون مجرد نشسته تو خونه، این فیلم ها رو میبینه، این عکس ها رو میبینه، گوگل کلمای بی ربط داری سرچ میکنی، چیزای دیگه میاد، میبینه تحریک میشه. تحریک هم نشه این آدم نی، بهت بگم بعد بر دکتر. منتها از عامل تحریک باید فاصله گرفت. او وسوسه‌شو میکنه. تو دوست داری صدای شیطون رو بشناسی، میگه صدایی که شر میاره، صدای خفیفی که شر میاره، گوش نده، نگاه نکن. این مجرد و متأهل و اینجور چیزا نداره. بس گناه کبیره‌ای که انقدر متاسفانه دامنگیر شده که من واقعا نمیتونم در موردش صحبت کنم تو کشور خودمون، به خاطر محدودیتایی که هست، که یه بخشش درسته، یه بخشش هم باطل. گناه خودارضایی که گناه کبیره است، بخش عمدهش به خاطر اینه که اون عامل تحریک و طرف از خودش دور میشه. هی تو خونه عمدن تنها میشه، میشه پا کامپیوتر این فیلمو ببین، اون عکسو ببین، اون معلومه تحریک میشه. متأهلاش هم به وحلا تحریک میشه. فاصله بگی، پله پشت سر خودتو خراب کن. مدفوع خودشو مالید، اومد بیرون، این شد. علم تعبیر خواب دادن. حضرت یوسف علم تعبیر خواب داره. نمیدونم، شاید ارتباطی است واقعا بین گرفتن شهوت و این هدیه الهی.
حالا اینا که دارم میگم جلوشو بگیرین چیزی، من فردا راهاشو یاد میدم، فردا پس فردا شب آینده میگم چجوری میشه تو جلوی این کارو گرفت، نه که چه تئوری همینجوری بگیم، یه اجراییه. یک مورد دیگه من عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، یکی دیگه از کارهایی که میکنه شیطان و شما رو به گناه میندازه که خیلی خیلی هم مهمه، القاء امنیه است. القى الشیطان فی امنیته، آیه قرآن داریم که این آیه رو در مورد پیامبران آورده، یعنی حتی شیطان از پیامبران تو این زمینه دست بگید نکشیده، امنیه غلط بهتون میده. اینو بارها گفتم. ببینید ما یه سؤال داریم و یه امنیه. سؤال اون هدف اصلی زندگی که داری برای زندگی میکنی چیه، که خیلی‌ها تو زندگیشون سؤال بگید کلا ندارن به خدا، تو دیوارن اینا. یه برای چی داری زندگی میکنی؟ وقتی سؤالشو میگه میبینی اصلا با گوسفند هیچ فرقی نداره، طرف به دنیا میاد، جفتگیری میکنه، زاد و ولد میکنه، بعد میمیره، بعد تموم. بعد نه لاشش به درد کسی میخوره، هیچی. صد رحمت به اولئک کالانعام بل هم اضل. برای چی داری زندگی میکنی؟ هدفت چیه؟ آقا میخوام برسم به اون سعادت بزرگ، میخوام پا امام زمانم باشه. هر چی میگه باریکلا. این سوال، این میشه سوال شما. حالا برای رسیدن به این 5 تا چیز اصلی میخوای، نه 50 تا. 5 تا چیز اصلی. من برای اینکه به امام برای کار برای امام زمان بکنم، سوال منه خیلی خوبه. چرا اینو سوال قرار دادی؟ چون بهترین کارها کار برای چی؟ امام زمان است که شما رو به خدا میرسونه. بقیه کارها حواشیه، نمیتون بگم ها. و ثوابی که کار برای امام زمان داره اصلا قابل قیاس نیست. قابل قیاس نیست. اصلا گریه بر امام حسین میکنی که به امام زمان برسی. بفهمی امام حسین هم امام زمان وقت خودش بود. ببینم اینا میفهمیم، حتی اینا در میاد. خیلی مهمه ها. پس ما چند تا امنیه داریم، همه اینا در راستای چیزه. آقا میخوام دکترا بگیرم، باریکلا، امنیه‌اش. آقا با فلانی ازدواج کنم، میشه جونت. کور بشه هر کی ندید. آقا فلان شغلم به دست برم، خدا پدرتو بیامرز. که چی همه اینا؟ اینا در راستای چیه؟ ندارن. کار شیطان میگه القاء امنیه باطله. تا دلتون بخواد تو جوونامون میبینم. میگه درس بخون. آقا میخوام برم دکترا بگیرم. خب بعدش میگیری که چی میشه؟ آقا بگو چیه؟ خوب که فکر میکنی میبینی. یه بابایی بود اون موقع که دانشگاه آزاد گرون بود، معروف دانشگاه دولتی و دانشگاه چی؟ آزاد، این شبانه و مثلا این چیزا سیستما نیومده بود. یه بابایی بود میخواست فوق لیسانس بخونه. پول نداشت دانشگاه آزاد. رفت تو بازار کار کنه که چی؟ پول در بیاره که بره دانشگاه آزاد. رفت تو بازار دید اصلا اشتباه میگرده. رفته به درس خونده بوده. همیشه همین بره. من میخوام برم که فوق لیسانس بگیرم که پول در بیاره. خب من میدونم پول در میارم. دیوانم برم پولم بریزم تو شکم چیز دانشگاه آزاد. شکم داره آقا دانشگاه آزاد. به یکی گفتن 3 تا دروغ پشت سر هم بگو، گفت دانشگاه آزاد اسلامی. گفت دیوانم بلندشم برم ما میخوام درس بخونم که به پوله برسم. خب آقا نه، یه نفر میخواد درس بخونه، آقا من به شیعه خانه امام زمان کمک کنم، تو این بخش مشکل داره. به والله قسم ثانیه درس خواندن تو عبادت هست و ذکر است و نماز است و روزه است. خدا میگه این هم نشسته داره استاتیک میخونه، براش ذکر مینویسن. میگه این میخواد مهندس بشه، شیعه خونه امام زمان خدمت کنه. این ایرادو تشخیص داده وجود داره. مصطفی احمدی روشن چیکار میکرد فکر کردید؟ من از خود خانواده‌اش شنیدم بی واسطه. گویی میومد میگفت با امروز مشکل جمهوری اسلامی ما باید تو غنیسازی اینجوری بشیم که این برای شیعه خونه ما. اینا دست جمعی رفتن خدمت آیت الله خوشبخت مرحوم رحمت الله علیه، استاد اخلاق بودن ایشون. رفتن گفتن آقا ما این سانتریفیوژ این چیزایی که داریم درست می‌کنیم به درد موزام میخوره؟ اصلا شاید رو سیستم کلا بریزه به هم و میگن آقا سلاح‌ها از کار میفته و دستگاه‌ها از کار شاید بیفته. چجوری سیستم؟ آقای خوشبخت بهشون گفته بود شما بسازید کارتون رو انجام بدید. امام زمان استفاده میکنه. فلذا ثانیه که او داره میره هزاران کیلومتر، این آدم فقط براش کیلومتری جابجایی سفر داشت. هی از تهران میرفت کاشان برمیگشت، میرفت نطنز کاشان برمیگشت. با یه مدیری به مشکل خورده بود. ما هم مشکلاتی بر ما پیش میاد. گور باباش یا کره کیه، برید دوراتون بزنید به سراغ من. فهمیده بود الان این کارشکنی میکنه مدیر. اومده بود سر عوارضی کاشون وایستاده بود، جلو ماشینا رو دونه دونه میگرفت تا پیداش کنه. اونی که نگرشته بود رفته بود افتاده به دست و پاش روبوسی که آقا ببخشید. مصطفی احمدی روشن
به دست و پاش بیفتم که این اگه الان بیفته سر لج کار امام زمان زمینه. فکر کرده هر نخاله شهید میشه؟ انتخاب شده. به این خودشیرینی کرده بود برای خدا. بفهمیم امنیه خودتون رو چی قرار دادید؟ سؤالو که صحبت میکنم یکی از روش خود شیطان اصلش سؤالو میزنه. همون که گفتم خیلی ها سؤال ندارن. بعضیامون اصلا نگاه کن بین کسی که میخواد همینجوری دوستم دکترا بگم میگن استاد به من نمره میدی؟ مثلا دنبالش بودم از این خدا این استادا ردیف نکنه به طور کسی نخورن. این استادا که مثلا عمدن امتحان سخت میگیرن که بعد علاقه دارن یه دی بهشون رجوع کنن و این نمره بخوانه، اینم ناز کنه و یارو بابای طرفو در بیاره. خب آقا میخواد استاد دانشگاه بشه که یه نفر دنبالش بیفته. خب دیگه چی بگه آدم به این آدم؟ چی میشه گفت؟ شیطان نذارید امنیتون رو تغییر بده ها. نذارید به خدا کلاتون پس مرکز. نذارید امنیتون رو تغییر بده. سوال که گفتم سر جای خودش. اما شما میبینی این آدم همین درس رو بخونه بشه استاد دانشگاه مثلا دکترای مهندسی بگیره، اینم که میخواد کار برای امام زمانی کنه دقیقاً باید همون درس رو بخونه. برای این میشه عبادت، برای این میشه باطل، کار باطل. عجب. این معجزه نیته. ثانیه که داره درس میخونه کار بیخود داره انجام میده. آقا اون کسی که بمب اتم درست کرد فیزیک نخونده بود؟ اون کسی که بمب شیمیایی درست کرد شیمی نمیدونست؟ یه کسی هم میاد از همین علم شیمی برای دارو استفاده میکنه، برای داروسازی استفاده میکنه. باریکلا به او، مبارکش بشه. خدمت او. آقا پزشک سعودی رفته توی عراق خودشو منفجر کرد، به درک واصل شد. این طرف هم پزشک آلمانی مسلمان هم نیست، رفته تو غزه وایساده داره، تو این تصاویرم دیده میشه. هی رفته وایساده میخوام هر دو تا یه درس خوندن. برای چی؟ پزشکی خوندم که چی؟ این که چیه؟ سؤال و امنیه من و شما رو تشخیص میده. پس سؤال اون اصلی است، گفتم بیشتر در مورد صحبت خواهم کرد، اما امنیه هاتون رو بچینید تو زندگیتون. بعد وقتی فکر میکنید میبینید خیلی از امنیه های باطل دارید و شیطانیه. وقتتون رو بیخود داره میگیره. طرف میبینی 3 سال وقت گذاشته مثلا بریم یه هویدی مثلا بریم کلاس زبان. حالا هم زبان بخونه، ببین اگه میتونی زبان بخونی به امام زمان رو پرزنت کنی، انگلیسی سایت بزنی فلان، باریکلا. نه زبان میخونی 1 سالی میگذره هیچ هم یاد نمیاد. بعد یه مدت میبینی یک چیزی رو دوششه اینجوری میکنه، چه گیتار میخواد به کلاس گیتار، یه قره دنگا دنگی هم میکنه، تو اینم هیچی در نمیاد و میشه دکور. گیتاری که تو خونه ها هست دکوره که یه مدت هم میدونه دیگه قوطیش گیر نمیومد، گیتارا خودش گیر میاد قوطیش گیر نمیاد، چون خیلی قوطی خالی میخریدن تو بازار، عرضه و تقاضا با هم ریخته بود، قوطی خالی میذاشتن اینجوری میرفتن. آقا ببین یعنی یه هدفی نداره، میفهمی؟ باری به هر جهتی آدمای بیخود اینا زیاد داریم. یه من سراغ سلام چطوری محمد خوبی؟ آره خوبم. چه خبر؟ دوری بزنی. حالا کجا بریم دوری بزنیم؟ این میخندتون یعنی دیدید دیگه اینا دارید یا هستید احتمالاً. خب آقا میریم اونجا، بیا بریم یه دور بدیم. دور بزنیم که چی؟ هدف چیه؟ من باید هر کاری میکنم در راستای امنیه و این چند تا امنیه هم سؤالم باشه. سؤال یعنی خواسته اصلی. من میگم دور بزنیم که چی؟ بیکارم مگه؟ یه خیابون ته صفا و مروه میکنم، میرم بالا میام پایین، میرم بالا میام پایین، میرم بالا میام. شیاطین رجیم هم کنارشون رد میشن، یکی دوتا هم نیستن. لا اله الا الله استغفر الله. خب این که نمیشه که. خودت داری خراب. شیطون لعنت خدا بر شیطون. حالا بر اون لعنت باد 1000 بار. اما خب این فوش به خودت داری میدی اگه از ما میشنوی. سؤال و امنیتون همین امشب برید بچینید. من اصلا برای چی دارم واسه زندگی میکنم؟ سوالی مثلا که بعد خدا نکنه زندگی حیوانی نداشته باشیم. بعد که چیدم خب برای رسیدن به بعد چیکار کنم؟ من واقعا باید درس بخونم. نه اصلا نیازی نیست من برم دکترا بگیرم. خیلی هم میگه تو چرا نمی دکترا بگیری؟ به خدا قسم گفتم من هر چی فکر کردم به این نتیجه نرسیدم که دکترا گرفتنم به درد اون هدف اصلی میخوره. دیدم وقتم هم تازه چیه میگیره، با درگی دکترا بعد یه دکترین بدی، بعد بری ارائه کنی، بیای بری پیش این استاد پیش اون استاد و فلان. دیدم هر چی فکر کردم نتیجه نداره. 100,000 نفرم بیان بگن قبول نخوام. من که منطقی و عقلانی و ببینم به درد امام زمانم میخوره. من دارم خب الان بحثم میکنم، پژوهشم هم میکنم، کتابم هم میخونم، از نظر اساتید بهره میبرم، برای دوستانم میام نظراتم میگم، حالا کسی خواهد قبول بکنه بخواد قبول نکنه. خب دکترا داشته باشم چی میشه؟ مثلا چی میشه؟ حالا جالبه خیلی هم عجیبه وقتی همچین حسی درت به وجود میاد دقیقاً اصلا دست میزنن رو میگن دکتر.
ما تو سایت میذاریم والا بله به پیر به پیغمبر ما دکترا نداریم. خب بازم میگن دکتر. رفتم یه جا سخنرانی، بعد نظامی هم بودن، این گفت آقای دکتر فلانی بیان بالا. من رفتم گفتم آقا من دکترا ندارم. حالا ایشون فرمودن اگه به حساب دکترا اومدی که باشید برید، من دکترا ندارم راستش، چون این رشته هم که دارم صحبت میکنم رشته نداره. مثلا تو دانشگاه نداریم مثلا، خب جونور شناسی اینجوری نداریم دیگه. خب بعد عرضمو تموم بکنم، خوب دقت کنید. بلکه این اومد بره تشکر کنه. ما نشستیم و چند تا سوالم طرح کردیم و جواب دادن و از همون نیروهایی که اونجا بودن می‌خواست هدیه بده. اومد و رفتیم بالا، بعد دوباره گفت ما تشکر از آقای دکتر و فلان چیزا. گفتیم بابا ول کن تو رو خدا، نه برای ما دکتری تو. گفتم خب بیا دکتر افتخاری ما رو میشین. این جناب سرهنگ داد. خب فیلمش هم هست، یعنی اومده بیرون، یعنی توی دست مردم هم هست. سخنرانی معمولا این نهاده اینجوری که داریم بیرون، نه یه مورد بیرون اومده. یعنی اصلا واقعا هر چی فکر کنم دارم نمیخوره، برای چی باید برم بخونم؟ برم وقتمو تلف کنم، الاف کنم و برم مثلا دکترا حسابداری بگیرم. چیکار کنم دکتر حسابداری؟ اما قبل حسابداریش به چه در خورد؟ یه نکته بگم حالا خورده فضا عوض بشه و خوب بخندید که برای گریه آماده باشید. من به خودم هم رحم نمی‌کنم توی تیک انداختن. یه بار رفتیم دانشگاه آزاد اردبیل سخنرانی، دخترخانه میگه شما استاد این رشته تحصیلتون چیه؟ گفتم حسابداری خوندم. تا گفتم حسابداری، آقا اینا یک سوت کفی زدن اون حسابداری‌ها. بعد من احساس کردم یه خورده حسابداری‌ها اینجا جو گرفته شد. گفتم خیلی رشته خوبه، دوباره سوت کف زدن. گفتم اصلا عالیه، دوباره سوت کف زدن. گفتم که این رشته که اصلا بیکار نمیمونید، بازار کارش فرامه، هر جا پول باشه حسابدارم هست. دوباره سوت کف. گفتم دستشوی بین راه هم که میری میبینی یه حسابدار گذاشتن اونجا. آره خب من برم چی دکترای برم اینو بگیرم که وقتی من نه درسشو میدم تو دانشگاه، نه وقتشو دارم، نه اصلا الان برای کسی دیگه توجیه داره. مملکت حسابدارم میخواد، اشتباه نکنید. خب اما برای من خوب نیست، برای یکی دیگه خوب. بره بخون. این توی امنیه های بنده بگید فعلا حال هانی، مگه اینکه حالا مثلا یه چیز دیگه بشه. حالا آخه تو کشور ما یه چیز عوض میشه، مجبور میشه. حالا ما واقعا به چیزای سیاسی نگاه نمی‌کردیم از اول، مثلا بیای پست سیاسی خوشم هم نمیاد، مسئولیتش سنگینه. آقای قرائتی هم عامل موفقیتش همینه، یعنی به عنوان خطیب خودشو نگه داشت. بنده اعتقاد دارم وقتی طرف میره تو سیاست بازی یه ذهنیت بدی تو مردم این میرفت اصلا حرف میزد که یه روزی بیاد برای این کار. بعدش هم توی مجلس هم که دیدید دیگه یه قانونی تصویب کردن که فوق لیسانس فقط میتونه بیاد. بعد کلی نماینده مجلس لیسانس داریم. گفتن خب اینا رو چیکار کنیم؟ ما یه راهکار خوب داریم. گفتن چی؟ گفتن هر کی یه دور نماینده مجلس بوده یه مدرک. و رئیس جمهور اون موقع رفته و توی مجلس یه تیکه‌ای هم بهشون انداخت و بعضیا با 60 مدرک گرفتن. یعنی دکمه فشار دادی اینجا رأی دادی مدرک گرفتی. خب معذرش بریم. خب خیلی کار زشتی بود. یه وقتی داره مثلا همینجوری داره میره بالاتر. دوره بعد گفتن که چی؟ هر کی 2 تا دوره نماینده مجلس داشته باشه 2 تا مدرک، اینا از بزنیم دکترا. هی رقبای انتخاباتیشون تو شهرها حذف شن. توجیه دیگه چی دارم میگم؟ حداقل ان شاءالله که اینجوری نیست، یکیش این باشه. و خیلی زشت. من اون روز واقعا اصلا خجالت کشیدم. خودم خجالت کشیدم. آره موقع اینجوری میشه آدم مثلا یه برنامه‌اش هم می‌نویسه میگه نه من حتما باید نماینده مجلس بشم به این اتفاق. ها شروع میکنه خوندن. یا میاد چیکار میکنه؟ اینقدر شانتاژ درست میکنه اونا دوباره برگردن بیان پایین مدرکش. حالا نه داستان سری چی ببینید امنیتون چی قرار میدید. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات نبی.